حالا همش بشین فکر گذشته ها رو ببین خب که چی؟ واقعا خب که چی بشه؟ کی میخوای ادامه بدی؟ یادت رفت آخرین دفعه بهت چی گفت؟ یادت رفت برگشت بهت گفت آخه میدونی برای چی اینو بهت گفت و رفت؟ چون شرایطش بهتر شده. توی احمق شرایطو بهتر کردی که اونو نگه داری. اون شرایطشو بهتر کرد که تو رو بپیچونه. حالا هی بشین یاد خاطرات زوم بکنه، باز یه شب دیگه رو به یه صبح دیگه بچسبی. کسی نمیفهمه من چی میگم. تو که منو خوب میفهمی گوش کن. تو برای من مثل خاطرات قدیم شیرین و به یاد موندنی هستی. فقط فرق تو با قدیما اینه که هر چی هم از خاطراتت میگذره هیچ وقت قدیمی نمیشی. تو مثل حیات قدیمی خونه بابام پر از صفایی واسم. مثل برفای سنگین زمستونش که بعد از یه شب باریدن 10-20 سانت میشست رو قرنیز لب پنجره اتاقو. منم سر صبحی یه مشت از روی برفش میخوردم و تمام تنم پر میشد از لذت سرماش. تو مثل آفتاب داغ تابستونش که عمود به ایوون خونه میتابید به گذشته من میتابی. یادم اون آفتابا انقدر سوزان میشد که دمپاییای جلوی در ایوون خونه نرم و داغ میشدن. آدم وقتی میپوشید کف پاهاش میسوخت. ولی خب چه میشد کرد؟ برای رفتن به اون سر حیات لازم بود بپوشی. درست مثل خودمون که حتی وقتی عصبی بودیم و با هم قهر میکردیم، هر چه قدم دل همدیگه رو میسوزوندیم برای رفتن به همدیگه نیاز داشتیم. تو مثل شوق عید و عیدی اول از دست پدر بزرگ هیجان انگیز و بی‌مثال بودی برام. مثل ذوق انتظار نوبرانه های بهار توی باغ میوه عمو اینا برام قشنگ بودی. تو حتی زیباتر بودی از جشن تولد شکوفه های روی شاخه های ترکه‌ای و جوون درختای گیلاس. احمق شرایطو بهتر کردی که اونو نگه داری. اون شرایطشو بهتر کرد که تو رو بپیچونه. حالا هی بشین یاد خاطرات زوم بکنه، باز یه شب دیگه رو به یه صبح. و تو مثل قلب پاییز زندگی من آبانی ترین سالگرد زندگیم بودی. بین خودمون باش، از وقتی رفتی همه 4 فصل زندگی من زمستونه. بهار نمیاد و نوبرانه هاش گم شد. عید از راه نمیرسه، پاییز به زمستونش نمیرسه و بهار به تابستون. همه برفا یخ زدن و بارون از چشم من قهر. یه چیزی بهت میگم، برای پری آشنای قصه‌مون توی همصحبتیات تعریف کن. بگو فلانی میگفت بدون من داره میمیره. حالا هی اونو برای خودت مرور کن، هی واسه خودت مرور کن، هی واسه خودت مرور کن. آخه تا کی؟ بس دیگه.